بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستای عزیز، لطیف مهربان هستم. بازم با یک ویدیوهای جدید در خدمت شما حاضر هستم. امید میکنم که همه شما صحتمند و جور و آرام باشین. دوستای عزیز، ویدیو امروزی ویدیو بسیار مهم است. البته از چندی به این سو بسیاری دوستا از من خواهش کردن که در مورد از این با شما ویدیو جور کنم. امروز زمینه مساعد شد تا با شما در مورد از این ویدیو جور کنم. اما قبل از اینکه من در مورد ویدیو با شما صحبت کنم، از شما خواهش میکنم که صفحه فیسبوک من اگر تا فعلا شما لایک نکردین لایک کنید و همچنین چنل یوتیوب من سابسکرایب کنید و نوتیفیکیشن هم براتون آن کنید تا هر ویدیو جدیدی که من اپلود میکنم شما با وقتش از ویدیو با خبر شوید. اگر شما دوست عزیز تا چنل ما برید، من به شما در یک ویدیو 15 تا سایت نشان دادم که شما میتونید با 15 سایت در داخل افغانستان کار کنید و همچنین پولتون دریافت کنید. دیگه بسیار ویدیوهای مفید است، شما میتونید خودتون و دوستانتون با خبر کنید تا از ویدیوهایی که من اپلود کردم مستفید شوید. درست است دوستان عزیز؟ بسیاری دوستا پیام به من میتن و یا من کامنت میتن یا با من مسیج میکنن در واتساپ که ما با 1000 ویو یوتیوب چقدر پول دریافت کرده میتونیم. این ویدیو رو من خواهش میکنم کسایی که یوتیوبر است و کسایی که میخواید افغانستان زیاد پول آنلاین به دست بیاورن و پولشان مستقیما در اکانت بانکی افغانستانشان براشون ارسال شود، از خواهش میکنم که ویدیو رو شما از اول تا آخر بسیار دقیقاً شما تماشا کنید. اولا قسمی که ما در هر ویدیو به شما گفتیم دوستای عزیز، زیادترین پول، بیشترین پول که براتون میده و در دنیا بیشترین مردم که با سایت کار میکنه و یوتیوب هستن. درست است؟ با یوتیوب شما میتونین بیشترین و یعنی از یوتیوب که پلتفرم کلان نیست در دنیای آنلاین، یعنی که شما آنلاین پول دریافت کنین. از یوتیوب که معتبرترین، یعنی خلاصه براتون بگم از یوتیوب که بهترین سایت دیگه نیست اگه شما میخواین با او کار کنین. ببینید حالا شما خب فرض کنین آمدیم با یوتیوب یک اکانت جور کردیم، اکانت ما شما شد کامیاب هم شد، فرض کنیم شما ویو میگیریم، ما شما پول هم دریافت میکنیم، ما شما سابسکرایبر هم میگیریم. اما اینجا پیش بسیاری دوستا که یک چیز گنگ میمانه پیش ما شما با 1000 ویو چقدر پول میتونیم دریافت کنیم. ببینید من ایرا خب چیز معلومات که من خودم دارم و چیز معلومات که از گوگل به شما میگیرم، البته بعد از بسیار جستجو و ریسرچ کل مردم دقیقاً هم ارقام با شما شیر کرده. البته وبسایت های بسیار معتبر و ارقام شیر کرده، من ارقام با شما میکشم که ما شما با 1000 ویو از یوتیوب چقدر پول میتونیم دریافت کنیم. ببینید ما شما اینجا نوشته میکنیم how much money can I earn per 1000 views on YouTube. ببینید اینا ما شما فرض کنیم ما شما اینا سرچ میکنیم، جستجو میکنیم با 1000 ویو ما شما چقدر پول میتونیم دریافت کنیم. ببینید در مورد دیگه شما ببینید بسیار زیاد ویدیو هم جور شده. درسته شما میتونید که ویدیو ها رو تماشا کنین، اما من کوشش میکنم که ویدیو رو تماشا نکنم خاطر وقت مراجعت میگیره. ببینید اگه شما یه پایین بهش بسیار ویدیوهای بسیار زیاد مورد ازی پرسه با 1000 ویو چقدر پول ما شما دریافت میکنیم. ببینید اینجا خب بسیاری مردم بسیاری چیزا رو گفته. درست است که اما نتیجه نظرسنجی 2013 بود است، اونجا گفته بود که 7.60 سنت است. درست است؟ این قسم دیگه چیزا رو میبینه شما اگه دیده باشین براتون، اگه شما میبینه براتون میگه. اگه شما بادم چک کنین بادم بسیاری چیزا رو براتون میگه. من که چیز خودم چک کردم در گوگل، او گفته بودن که شما میتونین با 1000 ویو از 3 الا 10 دلار دریافت کنین. حالا من شخصا خودم به صفت یک یوتیوبر، من شخصا خودم به صفتی که چینل دیگه یوتیوب مانیتایزیشنش فعال است و یا من سابق که من چینل داشتم آلو که فعال بود. درست است؟ 1000 ویو اینجا چی میکنه؟ ویو ما شما فرق میکنه. اگه ویو ما شما از آمریکا باشه و ویو ما شما از افغانستان باشه، آیا ما یک مقدار پول از دریافت میتونیم؟ این سوال بسیار مهم است که شما باید همیشه در ذهن داشته باشین. اینطور از دوست عزیز ببینید ویو 1000 ویو افغانستان که باشه، اگر فرض کنید 1000 دفعه یک ویدیو شما در افغانستان یک نفر مردم تماشا کنند، درست شما میتونین با او 20 الا 50 سنت دریافت کنین. اگر زیاد دریافت کنین 20 الا 50 سنت دریافت کنین. اما اگر همین 1000 ویو از آمریکا باشه شما مطمئن باشین 2 تا 5 دلار دریافت میکنین. اگر از اروپا باشه میشه 2 تا 4 دلار دریافت کنین. اما تو کشورهای ترکیه شد، عربستان شد، دبی شد، اما تو کشورها به میشه 2 تا 3 دلار دریافت کنین. اما در افغانستان من تجربه خود براتون میگم که شما اقضیت پول دریافت کردن میتونین. به خاطر ویو افغانستان
با یوتیوب اقا مهم نیست. این چرا حالا فعلا ببینید چرا مهم نیست؟ به خاطر مهم نیست اگه شما ببینید وقتی مانیتایزیشن چینل ما شما فعال میشه اونجا کدام ادز که ادز که شما میکنن این خو یوتیوب از ما ادز میگیره، درست از او اشتهار میگیره. اشتهار چی میکنن؟ او را مردم میبینن. حالا مو کسی که به یوتیوب اشتهار میده او بعد یوتیوب خواهش میکنه که همین اشتهار ما یا ما ادز کس او را بیشتر به مردمای در امریکا که از در اروپا که است یا فرض کنین در ترکیه است یا فرض کنین در سعودی عربستان است یا فرض کنین در دبی است، او کشورهای یا میخوان که هرچند شو کنه که از او کشورها مردم میتونه از او کشورها مردمش چی کنه آنلاین خریداری کنن یا فرض کنین امو وبسایت برن تماشا کنن که وبسایت مورد چی است. اگه شما فکر کنید خود ما دیده باشه من تجربه خودم شخصا وقتی که ویدیو ارت شو میکنم من چی میکنم بالای مو اکس کش یا کلوز کش بالای کلیک میکنم که ارت شو بند شو با شما. اما در خارج چی میکنن؟ در خارج مردم این ارز میبینن، بسیاری وقتا از طریق این ارز میرن خریداری میکنن، بسیاری وقتا میرن در وبسایت ساین اپ میکنن، اکانت به خود جور میکنن. اما در افغانستان ما شما اون تجربه خودتان براتون معلوم است، خودتان دیدین که ما شما زیاد نه خریداری آنلاین میکنیم و نه کوشش میکنیم که زیاد در وبسایت های ما شما اکانت داشته باشیم یا دو لاگین کنیم. درست است. این دلیل است که در افغانستان با 1000 ویو با ما شما پول کم میده. دیگه دوستان عزیز انشالله که این سوال در ذهن ما شما که بود که با 1000 ویو چقدر پول به ما شما یوتیوب میده و مشکل سوالتان حل شده باشه. دیگه دوستان عزیز این بود ویدیو امروزی ما در مورد از اینکه چطور میتونیم با 1000 ویو ما چقدر پول میتونیم دریافت کنیم البته در افغانستان. امید میکنم که مشکل شما حل شده باشه. بازم دوستان عزیز اگر چیزی به شما گم مونده باشه، چیزی به شما من جواب نداده باشم، شما میتونید در کامنت همین ویدیو به من کامنت کنین، ان شاء الله ما به زودی براتون جواب میدم. تا ویدیو بعدی شما را هم میتونم به خداوند میسپارم. وقتان خوش. خداحافظ.